سلام، من شهاب هستم. نمیدونم چرا دارم اینو تعریف میکنم، ولی شاید اگر شما هم اینو بشنوید، کمتر بهش فکر کنم. این اتفاق 2 سال پیش افتاد وقتی دانشجوی معماری بودم و به خاطر پروژه های دانشگاه مجبور شدم یه آپارتمان قدیمی توی یکی از محله‌های قدیمی تهران اجاره کنم. خونه خیلی قدیمی. دیواراش ترک داشت و همه چیزش یه حس عجیب به آدم میداد، ولی ارزون بود. منم فکر کردم با این قیمت نمیشه زیاد ایراد گرفت. شب اول همه چیز عادی بود، حداقل اولش. داشتم روی یکی از پروژه هام کار میکردم. ساعت شد نزدیک 3 نصفه شب. سکوت مطلق. فقط صدای ساعت دیواری شنیده میشد. یه دفعه صدای تق اومد. انگار یه چیزی از تو دیوار میکوبه. اول فکر کردم شاید لوله ها باشه یا شاید خونه قدیمی باشه و طبیعیه. بلند شدم ببینم چیزی هست یا نه، ولی چیزی پیدا نکردم. با خودم گفتم بیخیال، تو هم زدی. ولی وقتی برگشتم توی اتاقم دیدم نقشه‌ای که روی میز بود افتاده کف زمین. پنجره ها بسته بود، بادی هم نبود. خب عجیب بود، ولی زیاد جدی نگرفتم. فکر کردم شاید خودم درست نذاشتمش. ساعت 2 نصفه شب بود که از خواب پریدم. صدای بلندی از آشپزخونه اومد. با ترس رفتم سمت آشپزخونه و دیدم تمام ظروف از کابینت ریخته بودن زمین، ولی کابینت بسته بود. اون لحظه از گوشه چشمم یه سایه دیدم. سریع برگشتم ولی چیزی نبود. دیگه نمیتونستم تحمل کنم. حس میکردم این خونه داره منو دیوونه میکنه. روز بعد از یکی از همسایه‌ها درباره این خونه پرسیدم. اون گفت چند سال پیش یه زن با بچهش اینجا زندگی میکردن. شوهرش یه شب بهشون حمله میکنه و هر دو رو میکشه. بعد از اونم کسی نمیدونه چی به سر شوهر اومده. میگفت روح اون زن و بچه هنوز اینجا سرگردونه داشت. به آخر تصمیم گرفتم از اون صداها فیلم بگیرم. گوشیمو روشن کردم و گذاشتم روی میز. ساعت نزدیک 3 شد و دوباره صداها شروع شدن. این بار تق-تق‌ها نزدیکتر بودن. از دیوار صدای خوشخش می اومد. یه دفعه دیدم دستی از دیوار بیرون اومد. یه دست نیمه شفاف، کشیده، سرد. نمیتونستم تکون بخورم. فقط نگاهش کردم. بعدش انگار همه چیز عادی شد. ولی وقتی فیلم رو دیدم، توی فیلم یه زن توی گوشه اتاق ایستاده بود. با چشمای خیره به من و شب فرار کردم و دیگه هیچ وقت به اون خونه برنگشتم. ولی هنوزم گاهی نصف شب صدای تق-تق میشنوم. شاید روح اون زن هنوز دنبالمه.